مصر باستان یکی از کهن‌ترین و پایدارترین تمدن‌های تاریخ بشر بود. تمدنی که بیش از 3000 سال بر کرانه‌های نیل دوام آورد و در این مدت نظامی پیچیده از حکومت و اقتصاد و فرهنگ به وجود آورد. اما پرسش جالبی وجود دارد. اگه این تمدن هرگز سقوط نمی‌کرد و مسیر تاریخیش تا امروز ادامه می‌یافت، آیا می‌توانست به یکی از ابرقدرت‌های جهان مدرن تبدیل شود؟ قبل از گفتن این موضوع لایک، سابسکرایب و زنگوله بغلی یادتون نره. برای پاسخ به این سوال باید نخست به ساختار و توانایی‌های این تمدن نگاه کنیم. مصر باستان در معماری و مهندسی به سطحی از دقت رسیده بودند که هنوز برای دانشمندان معاصر شگفت‌انگیز است. اهرام، جیزه تنها بناهای یادبود نیستند، آنها نشان دهنده توانایی حیرت انگیز انسان در سازماندهی نیروی کار، محاسبات هندسی و مدیریت منابع. تمدنی که قادر بود میلیون‌ها بلوک سنگی را با فناوری ابتدایی در کنار هم بچیند بدون تردید. درک عمیقی از علم، نظم و برنامه‌ریزی داشته است. از نظر اقتصادی مصر باستان اقتصادی کشاورزی محور اما منظم داشت. سیلاب‌های سالانه نیل خاک حاصلخیز را به دشت‌ها می‌آوردند و چرخی از کاشت برداشت به انبار ایجاد می‌کرد که دولت مرکزی آن را مدیریت می‌کرد. این تمرکز اداری و اقتصاد اگر در طول قرون ادامه پیدا می‌کرد می‌توانست پایه یک اقتصاد صنعتی و مدرن باشد، همانطور که تمدن‌های آسیایی با حفظ نظم بوروکراتیک خود بعدها به قدرت‌های اقتصادی بزرگ تبدیل شد. در عرصه سیاست مصر باستان یکی از نخستین نمونه‌های حکومت متمرکز در تاریخ را به وجود آورد. قدرت در دست فرعون بود، اما در کنار او طبقه‌ای از کاهنان، وزیران و دیوان سالاران وجود داشت که نظم قانون را حفظ می‌کرد. اگر این نظام سیاسی در مسیر تاریخی به تدریج اصلاح می‌شد و به جای حکومت مطلقه به سمت مشورت، قانونگرایی، آموزش عمومی می‌رفت، می‌توانست الگوی مشابه ژاپن یا چین مدرن پیدا کند. در آن صورت مصر نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر آفریقا به مراکز تمدن علم و تجارت تبدیل می‌شد. از دید علمی مصر باستان از پیشامگان ریاضیات، نجوم و پزشکی. پاپیروس‌های باستانی نشان می‌دهد که مصریان نوعی دانش آناتومی، درمان ضعف و جراحی ابتدایی را می‌شناختند. تقویم خورشیدی و محاسبه روزهای سال نتیجه مشاهدات دقیق آنها از ستارگان بود. اگر این مسیر علمی بدون وقفه ادامه می‌یافت، ممکن بود دانشگاه‌های بزرگ مصر جایگزین مراکز علمی اروپا شود. قاهره یا طبس به مرکزی فکری و پژوهشی جهان بدل گردد. اما پرسش مهمتر در بعد فرهنگی است. تمدن مصر باستان به شدت مذهبی بود. باور به زندگی پس از مرگ، پرستش خدایان گوناگون و تقدیس فرعون به عنوان فرزند خورشید، ساختار فکری جامعه را شکل داد. این باورها در عین حال که عامل انسجام بودند، مانعی برای نوآوری فکری نیز محسوب می‌شدند. اگر این تمدن می‌خواست در دنیای امروز به ابرقدرت تبدیل شود، باید میان سنت و علم، ایمان و تجربه گرایی تعادل برقرار. تمدنی که بتواند هم به ریشه‌های اسطوره‌ای خود وفادار بماند و هم با فناوری و عقلانیت مدرن همراه شود میتواند مانده باشد. بنابراین در پاسخ به سوال آغازین باید گفت بله، مصر باستان ظرفیت تبدیل شدن به یک ابرقدرت جهانی را داشت. منابع طبیعی غنی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک میان آفریقا و آسیا و فرهنگ سازمان یافته‌اش همه نشانه‌های این پتانسیل بودند. اما تاریخ به ما می‌آموزد که قدرت تنها از منابع و دانش به دست نمی‌آید، بلکه از توانایی تطبیق با تغییرات زمان زاده می‌شود. تمدنی که در برابر تغییر مقاومت کند، دیر یا زود از درون فرسوده می‌شود، همان گونه که برای مصر باستان رخ داد. شاید اگر نیل هنوز در قلب یک امپراتوری متحد و علمی جاری بود، امروز زبان فناوری به جای انگلیسی مصری باستانی بود. اما شکوه واقعی تمدن‌ها در دوام جسمشان نیست، بلکه در تأثیری است که بر ذهن بشر می‌گذارند. و مصر با تمام افسانه‌ها و رازهایش هنوز یکی از ستون‌های اندیشه و تخیل انسان معاصر است.